Assalomu alaykum va Assalomu rahmatullohi aka alaykum. Husayn. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. خوب هستی؟ Zinda boshi ustod. Yaqin boshید кати хидат гап мезанам. Як 5 сол шид иншоалло ки хитам бародарора дастгирӣ дорем. من برادر یکم باشید قطعی خودت گپ میزنم. Бале. Ака Husayn як чӣ гуфтанд? Ҳозир ҳам хари чароғота гирон кардем. Мақсад ки хеле мефората ҳай мекунед ака. Тоҷикистонда мегӯй гирон ки е бача мега ба кишиш мебинанд монад. Ҳама тарсу ай мақсади гап. ای بچه آخی اگه خیلی اینجا اسویشنی در بیرون های مقصد پیش نمیمونی خیلی مشکل نیست اگه من چلونش میکنم. بعد من حسین اشرف نیستم. من حسن اشرف برادر هستم. حسن بله. جانسون خوبی تنجی احوالات خوبه؟ خوب هستیم برادر. شما نیز خوب باشید امیدوارم. الله شما را حفظ کنه. من یک چیز میگم برای کسانی که چاپلوسی میکنن مبارزه را که من یگان چیز نمیگم. مبارزه که معلومه یک گروهش پشت پرده کار میکنه یک گروهش آشکار کار میکنه. کسانی که چاپلوسی میکنن پشت پرده و یا که آشکارا من یک چیز میگم رحمانوف یک خدمت کلان کرد برای ملت از سرجم کرد جواناش گرفت بررسی روان کرد. این همین خدمت رحمانوف هست. و قوای کاری یک دولت تصور کنین که ما پیشتر گپ زده بودم قوای کاری یک دولت تا 18 سالگی را انسان مکتب میخونه. وقتی که 18 ساله میشوه میروه 2 سال خدمتی مادر وطن گفته میکنه. لیکن رو شناسی کنن اینجا مادر وطن نیست. هر کسی را دیدیم همون مادر وطن گفته رفته که اینوالید اومده پیش مادر وطنش. خلاصه این 2 سالگی در اوجا وقت میگذرونه و 10 سالگی در مکتب. عموما میشوه 20 سال و 5 سال دیگر حقوق داره یک جوانمرد با مطابق کنستیتوسیای جهانی و دموکراسی یک دانشگاه مدت 5 ساله باید ختمش کنه. بعد از 5 سال میشوه 25 ساله و اون متخصصی یک حرفه میشوه یک هنر میشوه. متخصصی هر چیزی باشد در 25 سالگیش در هر کشوری که نباشد داخل کاری سفید و یا که از حساب دولت برای او کاری سفید تأمین کرده می شود. همچون متخصص چی میکنن؟ میگیرن او را قبول میکنن کار میدروید. در کار که درمد قوای کاری همون شهروند برای دولت پیشرفتش است. متاسفانه در تاجیکستان ما مکتب خلاص نکرده از خدمت گرفته. خیلی بسیار خوب که از خدمت میگریزن برای که خدمت یگان فایده نداره. عموما در عموم خدمت یگان فایده نداره. هر کسی که خدمت رفته است بعد از خدمت آمدن با راستی رفته است. من بگم که اگر خدمت رفتن یگان قربی تو و یا که منزلتی تو را بالا میکنه و یا که در بعد همون خدمت کردن تو خودت گپ ارزش داشته باشه نه ای سگ کده با بقدر میشه. برای همین بعضی کسا میروند روسیه هیچ گپ نداره. این مشکل نیست که بروند از خدمت بگریزن. بله واقعا این چیزها رخ دادگی است که جوانمردایی که دبربال نرفتگی هستن از اون طرف اینوالید اومدگی هستن. خب به هر حال اما مشکلی در این است که قوای کاری یک دولت باید در خود دولت رسخود شود و دولت پیشرفت کنه. متاسفانه رحمانوف همین تاجیکستان یک نمود ساخت است که قوای کاری مجبور میشوه وطن ترک میکنه. مجبور میروه در روسیه یا که در هر جایی که باشه قوای کاریشه در دیگه جا رسخود میکنه و اوجا رسخود میکنه و پول میگیره به تاجیکستان روان میکنه. و مثل همین تاجیک مردم تاجیک و مثل یک اپارات شدگی است. روبوتی که عموما قدر نداره. مرد خیلی با دیگرش کلان میشوه. روبوت واری هستن. میروند در کشورهای خارجی خاصتا در روسیه و یا که در قزاقستان و روسیه در چی هستن بی‌قدرتر هستن. در همونجا کار میکنن. مردش باید شهروند یک کار کنه کد بگیره روانش کنه اسپید کنه. اسپید کرد نکرد او را در میتین میروه.
برای همین حکومت رحمانوف یک بهترین کاری خوب کردن. همین مقصد به خاطر پیشرفت حکومت خودش همه را جمع کرد، چیکار کرد؟ جوانو را و یا که قوای دولت کاری را روان کرد طرف روسیه. این همین مشکلی است که امروز تاجیکستان ما پیشرفت نمیکنه. تمام قوای کاری شهروندای تاجیکستان اگر در تاجیکستان باشه والله قسم که تاجیکستان گلگون شکوفان میشود. یک میزنی سراز میگن دوشنبه را بی ای بچه همین نمیفهمم. همین شما یه بار میگن که شما تاجیکستان را پس میزنی مثال دوشنبه را میوری. ای بچه دوشنبه تاجیکستان شده نمیتونه. دوشنبه پایتختی تاجیکستان ای. امکان داره که فردا یک پرزیدنت نو بیاید به خاطر پیشرفتی همون دیگه شهر مثلا میگن دوشنبه از این بعد خلاص پایتخت میکنیم قرغان تپه را. مشکل نیست، لیکن مهم در این است که مقصد برای همین چاپلوسا را من حیران میشم که دوشنبه را ندیدن. ای بچه نمیشه و همه همین مردم تاجیکستان بیا در درون دوشنبه زندگی کنن. اما دوشنبه را کو باور کن رنگ هم قشلوخ کردگی. بله برادر حسن، دوشنبه تنها برای همین اولاد و شخصانی که وظیفه دارند و یک چند تاجرها هستند، بیزنسمن ها و همین شخصانی هم که روسیه رفته کار کرده میبینند مبلغشون نمیرسه که در دوشنبه یک خونه گیرند. میفهمی؟ نمیتونه 20 سال رو کار کن یک خونه 100 کوادراته در دوشنبه گرفته نمیتونی برادر عزیز. جانسون برادر، یک انسان آمد در همین اروپا کار کرد، گفت که من 10 سال در روسیه کار کردم، در روسیه یک خونه گرفته نتونستم. در تاجیکستان آمد در همین اروپا در همین شویتسیا 2 سال کار کرد، در روسیه 3 خونه خرید. میفهمی در پیش چشمون؟ در پیش چشمون به خدا در مدت 2 سال 3 خونه 3 میلیون خرید. یک تا 3 خونگه 2 تا 3 خونگه چی میگن در سکسیه خرید، یک تا خونه زمینی خرید. گفت که خدا قسم ای ربی در مدت 2 سال ما 3 خونه خریدم. اگه تصور کنین که کسانی که میگن که دوشنبه را بین چی خیر گشتگی رنگ دبی، آخه او دبی برای تو را گشتگی نیست، برای کسی را گشتگی که اونمون ورق دلار کو برای او را رنگ کاغذ تشنوبای برای اون او رای. بله برادر یک با انگلیسی اگر پاسته همین را خیلی نظم بینم یا چه ریشیو میگن، یعنی با روسی ساعت نشینه میشوه. دوشنبه 5 و یا مکسیموم 10% تمامی تاجیکستان رو تشکیل میکنن. شما میفهمید؟ و یک نقطه دیگر اگر بزنم بسیار برنامه دا باشکم گفتگیم تکرار هم باشه، باز میگم که همین نامحترم چاپلوسا فکر کردن سخن کنید. میگویند که کدام کشور نیست که مهاجر نداشته باشه، مهاجرت در تمام کشورها هست. بله درست، اما شما ساعت نشین را نگاه کنید. ساعت نشین یعنی چی؟ عادی کرده گویم کلیچست و آدمایی که مثلا مهاجرت میروند با کلیچست و نسلین همون مملکت. مثلا تاجیکستان اهالیش 9 میلیون، مهاجرینش 3 میلیون بالا. میداره چند فایز میشوه؟ 40% زیاد میشوه. ازبکستان میگن که نماره ازبکستان هم دارد مهاجر. بله اهالی ازبکستان تگ 30 میلیون است. از 30 میلیون ازبکستان اگر 5 میلیون هم رود در نظر نمیتوبد. ساعت نشین را میفهمین؟ 5 میلیون 3 میلیون از 30 میلیون کجا؟ 4 میلیون از 9 میلیون کجا؟ و یا اینکه از مثلا روسیه مهاجر دارد میروند در امریکا زندگی میکنند، ولی اهالی روسیه 145 میلیون است. اگر 10 میلیون روس به دیگر مملکت ها هم رود این در نظر نمیتواد. و ما شخصا بسیار رفیقای روس و دیگر ملت ها داریم و یا تنها در همانجا زندگی میکنند. مثل ما برای خانواده خود مبلغ روانه میکنند.
دولتی خود. این توجیکا فقط این کار میکنند. من یگان ملت را ندیدم که کار و فعالیت کند و اویله‌اش رو در دیگه دولت خونده ایستند. نه. برای همین وقتی که میگویم که مهاجرت در تمام دنیا هست، روحاتون سیاه نکنید. پیش از گپ زدن منطق استفاده برید. و دیگر مهاجرایی که به دیگر مملکت ها میروند شرایط ویها دیگرگونه است. برای چی که ویها دیپلمات های خوب دارند، دفاع از حقوق های شهرونداشون میکنند و غم شهرونداشون هم میخورند. و مثلا همین 30 سال میشود که ما باری هم ندیدیم که حکومت رحمانوف یک برنامه اصداد که مثلا من 10 ساله آینده ما برنامه میکنیم که چگونه مثلا از 100% مهاجرین یگان برنامه اسازیم که در مدت 10 سال همین کلیچ مهاجرین را به 50% مثلا آسته پایان بفراریم. با کدام راه ها؟ یک بار در این برنامه در این گپا سخن نمیکنند، فکر اینها را نمیکنند یگان بار. پس اینها در غم ملت نیستند. مثلا در دیگه دولت میبینیم هنگامی که هر وقتی که یکان پرابلم پیدا میشود در حل و پروژه حل مشکلی همون پرابلم میشوند. در ما که نیست، یگان پروگرام نیست. آیا شما میدونید یگان پروگرام دولت تاجیکستان که گویا که مثلا 5-10 سال آینده ما کلیچ مهاجران کم کردنی هستیم با همین گونه طریق ها، مثلا با طریق کارهای جای کارهای نوی شدن زوادها و دیگرها نیست. بله. برادر جانسون گپ در این است که ببین هر مهاجری که در دیگه کشورها کار میکنه، چه از قبیل روسیه باشه و یا که از دیگر کشورها باشه، در دیگه کشورها کار میکنن. تصور کن همچون یک متخصص کار میکنن. حتی در همین شویتسیا از پولش هم میان در همینجا کار میکنن. لیکن چه خیلی کار میکنن؟ همچون یک فرما اونها را میگیره میوره، در یک فرما رجیستر کردگیان، فرمای خودی پولشه در اینجا کارشون میکنه، کارشون میفرما. همون کارفرما پولی اویلکی شویتسیا را میتیشون و قدر قیمتشون بالا، جای خوبشون پول خود تأمین شدگی، استراخوفکا تأمین شدگی و اونها همچون یک انسانهای متخصص میوین. مثلا سوارچیک باشه یا که نمیدونم سنتکنیک باشه، به هر لحاظ باشه که متخصص میارن. این خیلی نه که بیاید ببینی در روسیه ببینی که برق توزکنک توجیک، توالت توزکنک توجیک، استرویکا در مصر جمع کنک توجیک، بازار در عربکش توجیک. این خیلی نیست در اینجا. خودت میدونید در همون کشورها هم ای مکزیک هم هستن، لیکن همون مکزیک با وجودی که در بر امریکای همین قدر خودشون پاس نمیگیرن. برای همین توجیکایی که از روسیه در روسیه کار میکنن، من بگم که بله قبول دارم که شما همچون یک مهاجرین، بله منم همچون یک مهاجرم، لیکن شما مهاجر هستین که مشکلی در